بسیار خوب، بزن بریم سراغ داستان دو تا کلمه ساده اما فوق‌العاده قدرتمند، بدهکار و بستانکار. این دو کلمه به معنای واقعی کلمه شالوده کل دنیای مالی مدرن رو ساختن. با سلام، امروز می‌خوایم دقیقاً درباره همین دو کلمه حرف بزنیم. بدهکار و بستانکار. کلمه‌هایی که احتمالاً دائم میشنویم، ولی خب داستان واقعی پشتشون چیه و اصلا از کجا اومدن؟ سوال اصلی همینه. این مفاهیم کلیدی از کجا پیداشون شدن و چرا انقدر برای همه چیز، از حساب کتاب شخصی خودمون گرفته تا بزرگترین شرکت‌های دنیا حیاتی هستن؟ برای پیدا کردن جواب باید با هم یه سفر هیجان‌انگیز به دل تاریخ بکنیم. پس آماده بشید چون داریم برمیگردیم به هزاران سال قبل. قصه بدهکار و بستانکار خیلی قدیمی تر از اونیه که فکرش رو میکنید و از یک نیاز خیلی پایه‌ای انسان شروع شد. این که یادمون نره کی به کی چقدر بدهکاره یا از کی طلب داره. و جالبه بدونید این نیاز یک چیز جهانی و باستانیه. هزاران سال پیش همینجا در تمدن‌های خودمون مثل ایلام و هخامنشی مردم حساب کتاب‌هاشون رو روی لوح‌های گلی می‌نوشتن. یه سیستم ساده و هوشمندانه برای اینکه معاملات فراموش نشه. میشه گفت اینا اولین نرم افزارهای حسابداری دنیا بودن. این خط زمانی کل ماجرا رو توی یک نگاه به ما نشون میده. از اون لوح‌های گلی باستانی توی ایران یک پرش خیلی بزرگ می‌کنیم به قرن 15 میلادی، یعنی ایتالیای دوره رنسانس، جایی که یک ایده انقلابی بازی رو برای همیشه عوض کرد و دنیای مدرن مالی رو پایه‌گذاری کرد. و حالا میرسیم به لحظه جادویی داستان. تولد حسابداری دو طرفه. ببینید، این صرفاً یک روش جدید نبود، یک انقلاب فکری بود که تجارت و اقتصاد رو برای همیشه دگرگون کرد. و معمار این انقلاب این آقاست، لوکا پاچیولی، یک راهب و ریاضیدان ایتالیایی که سال 1494 کاری کرد کارستون. اون سیستمی رو که تاجرای ونزی به صورت تجربی استفاده می‌کردن، برداشت، مدونش کرد و به تمام دنیا معرفیش کرد. بی دلیل نیست که بهش میگن پدر حسابداری مدرن. ایده اصلی پاچیولی یک زیبایی خیر کننده توی سادگیش داره. اون گفت هر اتفاق مالی دو تا رو داره. درست مثل قانون سوم نیوتن، هر عملی یک عکس‌العمل مساوی و مخالف داره. شما نمیتونید چیزی به دست بیارید بدون اینکه در جای دیگه معادل همون ارزش چیزی رو از دست بدید یا یک تعهد جدید ایجاد کنید. و همین ایده تبدیل شد به سیستم حسابداری دو طرفه. یعنی برای هر معامله حداقل دو تا سبز داریم، یک بدهکار و یک بستانکار. این سیستم مثل یک مکانیزم خودکار برای کنترل کیفیته. همیشه توازن رو چک میکنه و جلوی اشتباهات رو به شکل خیلی هوشمندانه‌ای میگیره. خب، حالا وقتشه که این دو تا بازیگر اصلی رو دقیق‌تر بشناسیم. بدهکار و بستانکار. اینها مثل یین و یانگ دنیای مالی هستن. همیشه با هم و در تقابل با هم. بدهکار یا همون دبت خیلی ساده یعنی گیرنده. هر حسابی که ارزشی رو دریافت میکنه بدهکار میشه. مثلا وقتی شرکت پول نقد میگیره، حساب بانکش بدهکار میشه. پس یادتون باشه، دارایی‌ها و هزینه‌ها عاشق بدهکار شدن هستن. و در طرف مقابل بستانکار یا کردیت یعنی دهنده. هر حسابی که ارزشی رو ارائه میده بستانکار میشه. مثلا وقتی شرکت وامی میگیره، حساب بدهی‌هاش بستانکار میشه. پس بدهی، سرمایه و درآمدم توی تیم بستانکار بازی میکنن. این جدول تفاوت‌ها رو عالی کنار هم چیده. بدهکار گیرنده ارزشه، بستانکار دهنده ارزش. طبق این سیستم بدهکار در سمت راست حساب و بستانکار در سمت چپ ثبت میشه. و نکته کلیدی اینجاست. افزایش دارایی و هزینه با بدهکار شدنه و افزایش بدهی و درآمد با بستانکار شدن. همین کل منطق ماجرا اینه. خب، تئوری دیگه کافیه. بیایی با یک مثال واقعی ببینیم این سیستم چطوری کار میکنه. اینجا جاییه که همه چیز براتون مثل روز روشن میشه. فرض کنید شرکت ما یک کامپیوتر خریده به قیمت 10 میلیون ریال. خب، باید تحلیلش کنیم. چه چیزی وارد شرکت شد؟ یک کامپیوتر. این یک داراییه. پس حساب تجهیزات ما 10 میلیون ریال بالا میره و بدهکار میشه. در مقابل چه چیزی از شرکت خارج شد؟ پول نقد. این هم یک داراییه. پس حساب بانک ما 10 میلیون ریال پایین میاد و بستانکار میشه. دیدید 10 میلیون بدهکار در برابر 10 میلیون بستانکار، ترازوی ما کاملا متوازنه. این تشبیه ترازو بهترین راه برای به خاطر سپردن این اصله. حسابداری دو طرفه یک ترازوی بی‌نهایت دقیقه. هر ثبتی که انجام میدید باید هر دو کفه را هم وزن نگه داره، بدون هیچ استثنایی.
خیلی خوب، حالا که دیدیم این سیستم چقدر هوشمندانه کار میکنه، سوال اینه که چرا یک ایده 500 ساله هنوز هم انقدر مهمه و اساس همه چیزه؟ جواب در این معادله طلاییه. دارایی‌ها مساویس با بدهی‌ها به علاوه سرمایه. این معادله DNA یک کسب و کاره و سیستم بدهکار و بستانکار مکانیزمیه که تضمین میکنه این DNA همیشه سالم و بدون خطا باقی بمونه و یک تصویر واقعی از وضعیت شرکت به ما بده. و این جدول شاه کلید ماجراست. یه جورایی راهنمای تقلب کل حسابداریه. به سادگی میگه هر نوع حساب ذاتش چیه و برای زیاد شدنش باید بدهکار بشه یا بستانکار. دارایی و هزینه ذاتاً بدهکارن، پس با بدهکار شدن زیاد میشن. بدهی، سرمایه و درآمد ذاتاً بستانکارن، پس با بستانکار شدن زیاد میشن. این جدول رو یه جا ذخیره کنید چون اساره کل این مفهومه. و در نهایت چرا این داستان برای شما مهمه، حتی اگه حسابدار نباشید؟ چون تمام گزارش‌های مالی که وضعیت یک شرکت رو نشون میدن، از ترازنامه گرفته تا صورت سود و زیان با همین منطق ساخته شدن. این سیستم باعث شفافیت میشه، جلوی اشتباه و فساد رو میگیره و به مدیرها و سرمایه‌گذارها این قدرت رو میده که با اطلاعات درست تصمیم‌های هوشمندانه بگیرن. و این ما رو به یک سوال شگفت‌انگیز میرسونه. آیا واقعاً ممکنه که یک سیستم به این سادگی که فقط میگه هر کنشی واکنشی داره، پایه تمام پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن باشه؟ جواب یک بله قاطع و بزرگه و این نبوه ماندگار لوکا پاچیولی و زیبایی سیستم حسابداری دو طرفه است. امیدوارم از این سفر کوتاه به دنیای بدهکار و بستانکار لذت برده باشید. کانال ما رو دنبال کنید